آقا سلام بچه‌ها، به یه ویدیو دیگه از چنل میت پلاس خیلی خوش اومدین دوستان. بچه‌ها دوباره اومدیم به بازی اوپن فرانس و حالا این بار با شوروی. دفعه قبلی با ایران رفتیم، حالا پرچمش نداشتیم، از قلمرو شروع کردیم و رفتیم و کل جهان گرفتیم. جهان صورتی هم درست شد یه دونه. اگه ندیدیم میتونیم بریم توی کانال ببینیم، ویدیوش هستش. و آموزش اوپن فرانت هم من گذاشتم تو کانال، اگه دوست داشتین میتونین ببینین. من این سینگل پلی رو میزنم، همین مپ ورد دیگه. بهتون بگم که بیایم این پایین بچه، اینا میخوام روی این قرار بدم دیگه. میخوام که آقا بریم سطح سخته هارد دیگه. حالا کم کم رو این پاسبالم میریم. اما آقا همین من میسازم، یه دونه من استارت مچ رو میزنم. آقا بریم نگاه کنیم بچه‌ها. اینجا حالا درسته که انتخاب کشور نداره، اما مثل حزب میمونه دیگه. مسکم تقریبا اینجا میشه دیگه. من اینجا میزنم. الان حزب کمونیسم روسیه قراره که وارد عمل بشه. با 70% جمعیت اتکر رو میدم، یه زمین زیادی بگیریم. البته مقدار دیر شد و حالا فکر نکنم بتونیم زیاد پیشروی داشته باشیم توی زمینای خالی. آره دیگه بچه‌ها. آقا من حالا نمیارم یه مقدار با جمعیت کمتر. خب بیا اینجا. من میخوام برم روی این با همین 40% که خودم تو ویدیو قبل افتادم. البته این خیلی ضعیفه، راحت میفته. یه قلمرو زیادی هم هست. بهتون میگم بچه، اوکراین رو ما داریم، از همین الان باش دوستی ها میکنم. به اینا همشون قراره که خیانت کنیم آقا بچه. فعلا هم میخوام دوستی کنم، دوستی هم قبول کرد. بهتون میگم اینجا من میرم این قلمرو گسترده رو بگیریم. فعلا اول واسه چون زیاد قلمرو بگیریم بهتره. توی این سمت من میرم. این کیه؟ بچه باورم نمیشه که یک کشوری که هوش مصنوعی نداره به ما اتک داده. با اینم من میزنم. و فنلاندم من میزنم. فنلاند کجا؟ اینجا کجا دادش؟ فنلاند باید اینجا باشه. اما خب دیگه اومده دیگه، چی بگم. من فقط میخوام آقا اینم بگیریم، جهان رو به 2 تیکه تقسیم بکنیم. من برم سراغ این شرق. نگاه من اینم بگیرم، جهان عملا به 2 تیکه فکر کنم تقسیم بشه. حالا این بخش خود روسیه رو ما چه داریم، حزب. حالا همین روسیه هم اینجا هست. میتونم بگم برو اینجا رو بگیر. بهت بگم حالا جمعیت رو بیار پایین دیگه. 30% شفاف ما رو میده، هم به اینجا تک بده و هم به اینجا. آقا بریم سراغ ساخت و ساز. راستی من یادم نیست ساخت و ساز آقا کارخونه. میخوام که اقتصادمون رو ببرم بالا بچه. بیا یه دونه از اینجا بزن. آقا با روسیه داریم هم مرز میشیم که هم مرز شدیم بچه ها. ببینن دوباره میتونم بسازم. آره سیتی بساز. میخوام آقا برم بالا سر روسیه. من فقط بریم بالا سر روسیه. حالا شهرمون هم کانکت شد. یه شهر، یه بندر روسیه داره اینجا و باید بریم بالا سر روسیه. داداش این شکلی نمیشه. شیفت رو بگیر. با 70% جمعیت قرار که بریم بالا سر روسیه. روسیه خودش هم تو جنگه و آقا منم میام. هم با اوکراین تو جنگ، هم با خیوا. قشنگ میتونیم بگیریم مناطق شمالیش هم. میتونم بگم حالا اقتصادیشه. منطقه اقتصادیش شهرش که گرفتیم. بندرش مونده که اونم بگیریم حله دیگه. بندرش مونده. بندرم واسه ماست دیگه داداش. بندرم واسه ماست. یکی دیگه من اتک بدم منطقه جمعیت کمتر. 50% اتک رو بده تمومش کنم. بندره هم افتاد دست ما دیگه. آره بندره هم افتاد دست ما. روسیه هم تموم شد. حزب روسیه رفت که دیگه تموم بشه. من اینو میارم با 10%. این یه کوچولو رو من بگیرم با 10% جمعیت اینجا رو بگیر. آره گرفتیش. آره آقا بیاد بالا 40%. اینم بزن. روسیه با ما میخواد که حالا فکشن تشکیل بدیم. داداش من تو رو گرفتم دیگه. فکشنه چی؟
بیا اینجا اقتصادمون خوبه بچه. الان وقتشه که سیتی ببریم بالا. یه سیتی دیگه من زدم اینجا بچه. من آقا باید چیکار کنم؟ باید بیام اینور، همین سمت من میخوام ادامه بدم. اینو بگیر آقا. موغولستان رو نگاه کن، موغولستانم باهاش مرز داریم و اینجا داره به من چشمک میزنه که فعلا نمیخوام، واقعا فعلا نمیخوام. 40% چی خبره داداش؟ بیار پایین، کشور دیگه گسترده است. اینجا رو هم بگیر فعلا آقا. یه فکتوری هم بساز، خواهم که کانکت کنم به جای مختلف. و موغولستانم داره خطرناک میزنه، موغولستان بد داره خطرناک میزنه. اینجا رو بگیر، این سمت هم بگیر. حالا با 10% جمعیت هم بریم کافیه. چرا بگیر، اینجا رو هم بگیر. خب آقا من میتونم یه اتم بسازم، میتونم یا نه؟ آقا کارخونه میتونم بسازم با سیتی میسازم. جمعیتمون حالا بیشتر بکنیم بهتره. بیا اینور، من بزرگش بیشتر، یعنی با جمعیت بیشتر. خیوارم بچه من میتونم بگیرم، اما باید از یه جا من حالا راحت باشه خیالم که موغولستان خودش تو جنگ، این بهتره. اما این بچه بهمون نزدیک تره دیگه. من اینا میزنم با متحدمونم تو جنگ. کارخونه اینم خوب داشت، من اینا زدم از 40% میشه زد. تا اینجاش میایم، یه 2 سیتی بگیریم ازش، یه کارخونه بگیریم. اینا که ما زدیم. بیام اینجا حالا دوباره فکتوری. آقا یه اتک دیگه هم من به این میدم. و بچه ها با اینها من میخوام دوستی کنم. من با موغولستان هیچ کاری نداشته بید. خیوا با من اعلان دوستی داده، داداش قبول کنیم یا نه؟ قبول میکنم. سریع این کارخونه‌ش افتاد دست ما دیگه، پیشروی بسته. داداش من با این الان توی جنگم. موغولستانم کشور خیلی قوی و بزرگیه. یه دونه آقا من اتم میخوام، اتم بده به من. بیا ببینم فقط اینور من با کی تو جنگم؟ با این تو جنگم؟ نه، متحدمونه. بیام اینجا با اینم تو جنگم، با چاینا من تو جنگم. چاینا رو که بی خیال. خب بیام چی کار کنم؟ بیام به این آقا یه اتم من بندازم که فعلا گلش داداش ندارم، اما جمعیتم خوبه. با 40% یه اتک به این ور بده. بچه این کارخونه رو اما خیلی خوب گرفتیم از خیوا. بیا ببینم چی میتونم بسازم. یه دونه از اینا میتونم بسازم که بسازیم داداش. بیا یه دونه اینجا، یه دونه آقا حالا پدافندم ما ساختیم اینجا. چین رو نگاه کن تو رو خودت. چین داداش تو خودت تو جنگ میداری، چی می جنگی؟ حالا اینجا هم میان میرزه سرت. بعد انشالله من میدونم تو با 40% جمعیت می جنگم که حالا فعلا چیز نیست واسه حالا این ظرفیت داشته باشیم دیگه واسه دفاع. یه سیتی دیگه هم زدم و آقا جمعیتمون خوبه. یه اتک دیگه به موغولستان من میزنم. موغولستان حالا خوب بکشیم عقب. به این هم من دوباره یک اتک بزنم، خوب میریم جلو. چین ضعیفه و این برم فکر کنم با خیوا تو جنگ باشه که بچه ایران هم زدن. ایران هم آقا فنلاند اومده ایران گرفته، خیلی هم عالی. اینجا کجا من فرق ببینم؟ با اینجا من تو جنگم نمیدونم. این البته جایزیت خاصی نیست، یه دونه من میزنم. اینو میخوام بگیرم. اینو من اگه بگیرم دیگه اتم ازش میگیریم از این موغولستان که گرفتیم. حالا چیا با من پیشنهاد آلیانس دادن؟ نه اینجا آقا میگه که دوباره تمدید بکنیم که تمدید میکنم. داداش کی میخواد جلوی منو بگیره که تمدید نکنم؟ این ور بچه رومانی خوبه. خب من اگر که میتونستم این چینو با این موغولستان من شکست بدم خیلی خوب بود که آقا
وای بچه رومانی هم اومده تو جنگ با ما. داداش رومانی اومده تو جنگ با ما. اینجا شیعه اتم بزن، به شیعه اتم بزن. مهم نیست این مسائلشو نمیخوام. داداش یه مقدار با نیروی بیشتر برو تو. با درصد بیشتر چند درصد؟ 60% رفتیم تو. مقدار من کم میکنم. و داداشم چین و مغولستان، من خدا وکیلی با شما کاری ندارم، منو ول کنین. داداش روسیه خودش با اینا متحد، منو ول کنین. که البته اینور دوباره فنلاند اومد اینو گرفت. بچه فنلاند خیلی داره قوی میشه، اتمشه، ولی ما زدیم. حالا اون گرفتش. اینجا من دوباره چیز میسازم. وای بچه ها اینجا خیوا به ما اتک داد. خیوا گور خودتو کن میده داج. اینا هم که با ما هیچ کاری ندارن. خیوا رو دیگه میزنیم دیگه. خدا وکیل خیوا رو من میتونم بزنم. ببینم راکت اینجا داره. من اینا دیگه اتم بزنم بهش. یه دونه اتم بنداز بهش. همین نزدیک انداختیم بهش و با یه پیشروی درست درمون. اینجا چند تا سیتی، چند تا فکتوری. دمت گرم که خیانت کردی داداش. بیا اینجا سیتی بزن دوباره. یه دونه من اینجا فکتوری میسازم. خب و بچه بزرگترینم خودمونیم. ما بزرگترین الان توی اینجا خودمونیم. اینو بزنم. هنوز با حالا چین تو جنگیم، چین و مغولستان. بیام اینجا آقا من خیوا رو تمام کنم. چینم بزنم یا تک به چینم بدیم. با 30% جمعیت دارم میزنم. یه اتم دیگه من میخوام بندازم سر اینا. یه اتم روی مغولستان من میندازم. اینجاش که حالا چیزم داره یه اتم روی من میندازم. یه اتم روی چین. و خب یه اتم دیگه هم رو خیوا روی این ور من بندازم. خیلی عالی میشه. بزن یه اتم روی این که حالا برو توی هم خیوا. ما خیوا رو بگیرم. خیوا بچه منابع خیلی داره. من با این داداش بیا توی اتحاد. کی هستی تو؟ آفریقا رو تو گرفتی. تو کی هستی داداش؟ چاینا الان، چاینا جان الان ما قبول میکنیم دیگه. چین رو من قبول میکنم. اوکی. مغولستان میریم بالا سرش. داداش اینو گرفتی از ما. خیلی هم اوکی. بیا یک تونه اتم بخور. یه مقدار بیشتر 40% جمعیت الان میام. بزن تموم کنیم مغولستانم. با چین هم همزمان تو جنگه اینجاش. ولی فکر کنم چند تا کارخونه اینو بتونیم بگیریم ازش. بیا اینجا ببینم چی میتونیم بسازیم. فکتوری به تعداد عمده. بیا اینجا ببینم بندر بساز باسم. بیا این جنوب بندر داریم ولی من بازم میسازم. بندر بچه تجارت دریاییه دیگه. من الان یه دونه بندر دیگه اونجا بسازم. مغولستان بزن دوباره. 2 تا سیتی بسازیم که نه فعلا گلشو نداریم. بچه خیلی خوب پیش رفتیم ها. یعنی نگاه کن ابرقدرتیم میتونم بگم. حالا به جز این که حالا ببین یا ابوالفضل آجی اینو نگاه. 1 میلیون تا میتونم بگم سرباز داره. ببین چقدر چیز میساخته اینجا. اینا رو همشو از بقیه گرفته. خودش هیچی نساخته. اما خب میتونیم بزنیم اینا. یعنی اتم ول کنم کامل نابوده. 4-5 تا اتم کامل نابوده. بیار پایین دیگه. مغولستان نیاز به 40% نه 30% برو بزن. 30% همین برو بزنش. کانکت بکنیم خودمونو. حالا کشور به هم دیگه کانکت بشه. بیا اینجا بزن. و میخوام دیگه جمعیت ببرم بالا. فقط سیتی بزن. باز هم سیتی. یه دونه دیگه حالا من اینجا واسه کانکشن که آره اومد. اینجا من میزنم. فکتوری دوباره یه کارخونه جدید بزن. نمیخوام اتم بخورم ها. ببین اینا بزنی ها. نمیخوام اتم بخورم ها. ببین اتم بخورم من میدونم تو مغولستان اتم بزنی من میدونم تو. اینا اینجا چرا ساختی؟ اینا اینجا چرا من اتم میزنم. ببین
من اتم میزنم به این. بیا بزن. یه اتم بندازن، اینو نمیخوام داشته باشم اصلا. تمام شده رفت. آقا از شر مغولستان خلاص شدیم اینور. بیا اینجا ببینم. سیتی زیاد کن، سیتی زیاد کن. سیتی ها هم بچه کانکت میشه اگه دقت کنین. اگه شما فکتوری داشته باشین با سیتی هم میتونین کشور کانکت کنین به هم دیگه. آقا رفتیم اینجا. دمت گرم که بنده رو ساخت. خودم راستیت حالش نداشتم ولی اینجا یه نمیسازم. من 2 تا ساختی. خیلی خیلی دمت گرم. یکی دیگه من اینجا میسازم. فکتوری اینجا و سیتی اینجا، سیتی اینجا، سیتی همه جا. بیا آقا بخش اروپاییش میخوام قوی کنم. بخش اروپایی روسیه که حالا همه جا سیتی میزنم دیگه. اینجا رو کامل سیتی بگیره. ظرفیت حالا خیلی بالایی داریم میتونم بگم. فعلا هم دیفنس هم میشه اینجا چید. چرا که نبذار دیفنس هم بچینم که این حالا به سرش نزنه که بیاد ما رو فتح بکنه. اینجا هم دوباره میچینم. کل مرزان بچه من میذارم با کنترل و کلیک راستم که شما میتونید اینجا این شکلی دیفنس باز کنید و مثلا همون منا رو باز کنید و بزنید. کل مرزان من میچینم مثلا این دیفنس که آقا یه دیفنسیو خیلی خوب و قوی داشته باشیم در برابر این. میگم اینجا رو بزنیم. مرز ایران، نصف ایران هم بچه دست ماست. اون زمان شوروی نیمه شمالیش من میتونم بگم افتاده دست ما. بیا اینجا هم باز دیفنس بزن. دیفنس بچه خیلی زدیم. فکر نکنم دیگه حالا این بتونه بزن. چین داداش من خودم برنامه خیانت به تو داشتم، تو به من خیانت کردی. برو داداش چی میگی تو؟ بمیرم. بیا اینجا کانکت بکنیم اینجا با فکتوری. به فکتوری دیگه. فکتوری هم پول میدن دیگه. و بچه هم میخوام برم سراغ دیفنسیو هوایی دیگه. نگاه دیفنسیو زمینی که قشنگ داریم. آقا بده بیاد پدافندا رو بده بیاد به تعداد انبوه. پدافند توی مرز من میسازم. تو جاهایی که حالا نیاز داریم من میسازم. پولش بیاد من بلا فاصله پدافند دیگه هم میسازم که 3 میلیون فکر نکنم فعلا بیاد. حالا ببندیم. نه اومد 3 میلیون بساز. مرز رو بد تقویت کردیم بچه ها. و آقا جنوب داشته باش. چطوری استرالیا؟ بیا اینجا ببینم. 20% جمعیت میام الان میگیرمت. اینجا رو من باید بزنم. به ببین از کجا راه افتادن نیروهای من. آره تو راهن تا یک چشم به هم زدن. حالا این استرالیا رو میگیریم. جنوب رو بزنم خیلی قوی میشن. جنوب خیلی میتونم بگم مهمه. 4-5 تا اینجا پدافند ساختم. این سمت ها میخوام بسازم. پدافند بچه خیلی خوبه. نمیذاره اتم بخوریم دیگه. و بله دوستان جنگ اصلی شروع شد. همین الان میداره بیار بالا تا 60% بزن. باید پیشروی بکنی ها. این همه دیفنس چیدم من اینجا. باید پیشروی بکنی. بیا اینجا ببینم یه اتم من بزنم روش. یا حالا جاهای صنعتی شد اینجا بزن. یکی دیگه هم من اینجا میزنم. اتم بارانش میخوام بکنم. به چه جرعتی به شوروی کبیر تو میخوای اتک بدی ها؟ قدرت یک منطقه. بیا اینو میزنم چه؟ برو بینم. برو قشنگ زدیم بچه ها. و اینجا هم تازه اینجا هم داریم میزنیم. اینم من یه اتک میدم. 40% خیلی زیاد بود اما دیگه دادم. بیا اینجا اتم بخور. تو فقط باید اتم بخوری. حالا
به خاطر این خیانتی که تو کردی مستحق اتمی. بیا ببینم کجا دوباره ساختی اتم. هر جا ساخته باشی اتم میزنم. داداش اقتصاد من انقدر قویه که تا 2 سالم بخوام بهت اتم بزنم باز ثروت دارم، باز موشک دارم. من بیا ببینم آقا این اتم بخوره من میخوام پیشروی کنم. حالا باره پیشروی 100 تا جمعیت داشت. امیدوارم که دیگه بریم جلو واقعا. آره اروپا رو کامل گرفتیم. ایران هم داریم میگیریم از این پایین. سمت ایران هم داریم خوب پیشروی میکنیم. استرالیا ببینم دشمنی داریم؟ نه یه گوشه مونده، چون که من میترسم این به من بیاد اتم بزنه. اینم من بزنم. حالا با 10% جمعیت بریز اینجا، 10%شو بریز اینجا هم همون استرالیا احتمالا باگ خورده، چون که حالا من اینو بزنم. آره دیگه استرالیا. یا من اشتباه که نه درست دادم، فکر کردم با اینجا وارد جنگ شدم، گفتم خدا من میخوام تو بچه الان منه. بعدش 2 تا اتم دیگه روی این من میزنم. بریم جلو. شیفت بگیر با 40%. برو جلو که الان بدون اتم اینقدر پیشروی کردیم. بزن که این جمعیتش خیلی کم داره میاد پایین ها، خیلی کم داره میاد پایین. اینجا بزنم و یه 2-3 تا من اتم میندازم. واسه هیدروژنی میتونم بندازم. اینو هستم نگاه هیدروژنی میندازم اینجا. خودتون ببینین که قراره چه بلایی سر این هیدروژنی رو بزن که من میخوام برم. این داره پیشروی میکنه با 700 تا جمعیت. 40% 700 چقدر میشه نمیدونم، خودتون حساب کنید. داداش برو که دیگه اروپا دست ماست. برو قشنگ کامل اروپا رو بگیر. بچه ها کلن میتونم بگم جهان فتح شد. یعنی من الان این دست منه جهان دیگه فتح شد. از اینجا به بعد دست من باشه جهان ها شما فتح شده بدون. اما خب من به اینا راضی نیستم داداش. افریدارم من میزنم، من کامل فتح میکنم همه جا رو، بعدش میرم. بیا اینجا ببینم فکتوری بزن. ایران من باید خیلی قوی بکنم تو بازی هم. بس ایران نقطه خیلی استراتژیکیه. اگه شما دقت بکنین ایران نقطه خیلی استراتژیکیه. خیلی گزینه های زیادی هم تو دسترس داره. این هم نابود شد که کامل نابود شد. بیایم آقا کلی من الان باید چیز میز بسازم کلی. چرا؟ چون که آقا منطقه خیلی وسیع باز شده و باید کانکشن کامل برقرار باشه. اینجا من بندر میخوام. بیا نزدیکتر ببینم. اینجا یه بندر به من بده. با شیپا هم الان میکشم بیرون. فعلا واسه خلیج فارس هم بندر میخوام. این سمت بندر میخوام. بیا اینجا بندره رو بده داداش. اینجا هم من میخوام. اینجا داریم البته 3-4 تا هست. این دارم هست. توی دریای خزر نداریم آقا. از همین ایران بندره رو بساز که 1 میلیون میخواد. من که دارم. خب این بسه از کجا باید بسازیم؟ فکر کنم که از اینجا بشه ساخت. من حالا این شکلی میزنم. بندر نمیذاره. نمیدونم فکر کنم چون که سازه زیادی این واسه ساختیم توی دریا که همین خلیج فارس نه، یعنی دریای خزر که نمیشه بندر زد. چون ببین 1 میلیون تا خود 14 میلیون تا دارم ولی نمیذاره. اوکی بریم سراغ کانکشن افریقا. با فکتوری کانکت بکنیم همه جا رو. من ریلا رو بکش داداش. نگه فکتوری اینجا. بعدش تازه قرار سی تی بیارم من. ببین اینجا هم من میزنم. بچه ها من افریقا رو خیلی دوست دارم. خب این ور کی به من اتک داده؟ اینو بزنم. همین کوچولو به من اتک داده. نمیخوام اتم بزنم روش. خیلی حال میده اتم بزنم و نمیزنم. بیا برو. این که همونه. بچه هیچ جزیره داشته. این همونه ریجکت.
چرا باید با دوست کنم؟ 40% جمعیتون ریختم اونجا. الان میان حالتو میگیرن از این برم با 40% دیگه هم اتک بده این دستش بیاد به طرفه. بیا داداش فکتوری بچه هم فقط فکتوری زیاد میکنم و افریقا چون جای خیلی بزرگیه باید کانکشنش هم خوب باشه. بچه ها داشتم میگفتم من افریقا رو خیلی دوست دارم. ببین یعنی افریقا جایی بوده که همین تو دنیای واقعیت هم اولین تمدن از افریقا شروع شد. از مصر شروع شد دقیقا همینجا از مصر تا اولین تمدن بشر شروع شده. سرزمین خیلی گسترده و وسیعیه که خودشونها فرهنگ‌های مختلفی دارن و خیلی خاصه. میتونم بگم بزرگه، خیلی از منابع همینجاست و میتونم بگم که حالا یه چیز خیلی خوبی از نظر من توی بازی ریسک هم حالا من میرم که حالا اگه بخواین تو چنلم میذارم بازی ریسک رو. من افریقا رو خیلی دوست دارم تا همون جان. یه سرزمین خیلی بزرگیه که کلی هم منابع داره بچه ها. 2 میلیون یعنی نگاه 2 میلیون. افریقا به نظر من خیلی خوبه. یعنی یه مرز توی افریقا داشته باشی خیلی به نظرم به کارت میاد. به این دریا هم تو دسترسی داری. بعد بهت بگم که اینجا یه تنگه رو میتونی که بگیری، به این دریا میتونی دسترسی داشته باشی. اگه مثلا میگم اینجا رو داشته باشی اینجا هم دسترسی داری، اینجا هم دسترسی داری، اینجا هم میتونی بری. یعنی میتونم بگم که افریقا خیلی به نظر من سرزمین خوبیه. جارا بساز. اروپا رو زیاد حالا نیستم راستیت. اروپا یه طوریه کوچیکه مثلا ببین کوچولو و منابعی هم نداره زیاد، اما خب قویه دیگه. اروپا هم قویه و بچه ها دیگه با این حجم از قدرت یه چند تا من الان چیز میزنم و ایرانمون ضعیف موند. البته چند تا اینجا میسازم. اینجا بچه ها مثل دونه واقعی بیابونه. بیا عقب بیا پایین اینجا رو من میخوام بعدش بریم حالا سراغ افریقا. چند تا اونجا رو بگیریم پدافندم میسازم. خیلی خوب بچه من اومدم. یعنی نگاه کلی بهتون میگم پدافنده. حالا پدافند ساختم اینجا توی ایران، توی این قسمت تو عربستان، بعد بهتون میگم تو سرزمین خودمون روسیه و کلا خیلی پدافند ساختم. خیلی چیزای دیگه هم ساختم توی حالا جاهای دیگه. بندر ساختم، کلی فکتوری ساختم و از هر لحاظ یعنی آماده این دیگه. یعنی الان من خیلی راحت میتونم آمریکا رو گورت بدم. خب بذار این تقریبا بگم. اما بچه ها میخوام کاری بکنم. اینجا هم یادم افتاد چرا نمیشه بندر زد، چون که آب آزاد نیست دیگه، دریاچه است در واقع و چون که حالا خیلی بزرگه بهش میگن دریا، به خاطر همینه که نمیشه زد دیگه. حالا بندری که میزنیم باید به آب آزاد فکر کنیم دسترسی داشته باشه. اینا رو هم بیام با عقب و آره که کلی پدافند زدیم حتی که جاهای دیگه تو جنوب و با آشیب نمیخوام بکشم بریم 700 تا. چرا من میخوام با آشیب بکشم؟ اما بچه ها میخوام کاری بکنم که توی اون آموزشی نتونستم انجام بدم. خب اون هم استفاده از جنگ، یعنی راه اندازه یک جنگ اتمی. البته من بیام اینجا چند تا واشی بکشم واسه امنیت نیروهامون. جا من میکشم بیرون. حالا گفتم چرا بخوام واشیپ بکشم واسه حالا این کشور کوچیک، اما میکشیم دیگه. کشیم 3 میلیون تومن جمعیت دارم. کلا میتونم بگم 900 تا نداره، یعنی 1000 تا نداره، به سور 900 تا داره. با چنگ و دندون جمع میکنن. اینجا فقط بکش نیروهای دریایی کامل بکش. بیا تو همین مرزای امریکا هم داشته باشین. بندر زیاد زدم باید سریع تر از اینا بیان. یا اینجا یه تیم که میزنم، این ورم میزنم
که کامل آقا بیاین، من نیاز دارم به کشتی جنگی واسه حالا امنیت نیروهامونم که شدم اینجا باید کشتی جنگی بکشم بیرون. بکش آقا به تعداد زیاد و فراوان. خب این ورا کامل میخوام تجارت رو هم متوقف بکنم و هم حالا امنیت رو بیشتر برقرار کنم. جاها آقا باید کشیده بشن. الان دریا باید پر از کشتای ما باشه که آره هست، خوبم هست. فقط من همین الانشم آیا به امریکا تو جنگ هم؟ نه من فکر نکنم روابطمون خوب باشه با هم دیگه. آقا بریم سراغ اتمی کردن این جنگ به امریکا. آقا بیایم اینجا یه دونه من اینو میزنم. خب میخوام آقا با 10% مثلا ببین آره دیگه با 10% جمعیت میخوام امریکا رو کامل جمع کنم. نگاه کامل من یه دونه از این MIRV زدم اگه اشتباه نخونده باشم اسمشو. نگاه یک ضربه خیلی مهلکی به امریکا خورد. یه اینجا بزن. حالا هیدروژن بمب من میندازم که این سمت هم گویا بله یک کشور جداست. پس یک دونه اینجا هم میزنم. دوباره یه هیدروژن بمب به اینم من میزنم بچه. با 10% جمعیت قراره کل این غرب رو بگیریم. یه چیز هم از چه بگم، اگر که خیلی شما روی جایی هیدروژن بمب یا حالا بمبای دیگه بندازین اون کشور عملا توسط بمبای اتمی شما نابود میشه. چه اتمای ماست دیدین؟ واه کشورها رو نگاه کنیم بچه. اتم الان دوباره قرار بخوره به همینجا. بله 40 نفر. آقا بیا اینجا لند بزن. از این ور لند بزن. از این سمت هم این لندی بکنم. بازم پول دارم اتم بزنم. بله هیدروژن بمب دیگه. از اینجا هم قطع میکنم. حالا با اتم دو تا اتم هم این ور بندازیم. و این بهتون بگم که این گوشه کوچولو اینا رو من بزنم با همین اتم کوچیک. کلی از این اتم میخوام بریزم سرش تا توی این جزیرش. ببینم اینجا این بندر باید داشته باشه دیگه. نه اینجا رو من کامل میزنم. این یه تیکه رو بس چه قراره باشی فقط محل آزمایش بمب‌های اتممون. نگاه کن بمب اتمو. این برای من کلا قرار که بگیرم. بس چه پیشرویمون شروع شد. پیشرویمون تا آمریکا شروع شد. اینو نگاه از یونایتد کینگدام رو نگاه کن. تو رو خدا اومده چه سوء استفاده کرد. من با تو دورم نداشت. صبر کن یه دونم اینجا بزن. یه لندی اینجا نمیتونی بکنی. یه لند بزن. 10% جمعیت کلا امریکا رو گرفتیم. اینم داره اتماشو جمع میکنه که خودش عملا نتونست بگیره. حالا اتما رو من اگه بخوام با 10% جمع بکنم دهنم صافه دیگه. من اینو میارم اینم تا بیشتر یه 40% دیگه اتما رو کامل بگیر. هر اتمی که هست سریعتر بگیر. و با یه 10% دیگه هم من اینجا اتک میدم. 10% کلن گرفتیم دیگه تقریبا. حالا یه خورده اینجا مونده که نداشت. بیا اینجا رو با لند بزن. با لند دریایی من اینجا رو باید بگیرم دیگه. میرم آره یه دونم اومد این سمت. اینجا رو هم بگیر بسه من. ببینم من با بریتانیا دشمنه میمونم. من اینو بزنم با بریتانیا نه. یا بله دوستان با بریتانیا هم دشمنیم. درست همونطور که میگفتم با بریتانیا هم ما دشمنیم. تو آمریکا نمیخوام چیزی بسازم دیگه. بریتانیا کلا هم اینجاست. همین یونایتد کینگدامه کلا هم اینجاست. مثلا یه دونه از این من میندازم روش. یه هیدروژن بمب بندازیم روش. اقتصادمون ضعیف شده. اقتصادمون من راضی نیستم ازش. یه دونه دیگه هم بیا بزن به اینجا. یه هیدروژن بمب دیگه. 10% جمعیت برو که بگیر.
کل این سرزمین بزرگ امریکا رو بگیر بسه خودت. از اینجا هم مرز داشتیم برو بگیر. اینجا هم لند بزن دیگه، اینجا هم لندی بزن و اینجا هم لند بزن و هم 10% کامل گرفتیم بچه. یوونم که گفت، اما من نگه میدارم فعلا کارمون اینجا تمام نشده. قراره که این ناحیه رو به طور کل حذف کنیم. اتم ساخته میخواد اتم بزنه داداش بزن، اصلا اتم حس نمی کنم اتمتون اینقدری که پدافند ساختم این خیالم راحت روی 3-4 تا اتم میزنم روش. فکر کنم بتونم الان حالا با اتم نابودش بکنم. اتم هم نیست، اینا هیدروژن بمبن که توی حداقل بازی خیلی بدتر و قوی ترن. نگاه آسمان پر شده از اتم. ببینیم از چه اگه که من بتونم حالا اون کارو بکنم، خودتون میبینین که حالا یک ذره اینجا مونده که یه بندرم ساخت بعدش یه دونه اتم بزنم. این اتم عادی هم من بزنم 2-3 تا جمع دیگه جمع میشه. یه خورده اینجا هستم و دیگه نه دیگه داداش دیگه نه. جارم من میزنم تو همون یه خورده جمع مثلا چیز میسه. بهش بیا بزن کامل. میخوام اینجا رو اتمیزه بکنم اتم و پولمون تر کشید بچه اینقدر اتم انداختیم اینجا. اما دیگه میتونم بگم مطمئنم که اینجا دیگه مثل روز اولش نمیشه. اینجا رو بریم. آره این یه خورده رو من اگه که بتونم بزنم که داره مثلا اتم جمع میکنه کامل تمومه بچه. اینجا هم این دوتا با هم دیگه تو جنگن ها. خیلی باحاله که ما اومدیم امریکا رو گرفتیم. حالا این ور یونایتد کینگدام اومد سوء استفاده کنه و الان خودش تو جنگ ما با اون با هم. داداش بیا لند بزن اینجا بگم بهت لند بزن. اینم بگیر بعد مثلا اگم اینجا هم لند بزن اینجا هم لند بزن. مثلا یونایتد کینگدام تموم شد دیگه. یونایتد کینگدام هم که دیگه تمام شد. مثلا میگم اینجا هم لند رو زدیم و امریکا دادش امریکا اینا بزن 10% جمعیت. ببینم با 1% میشه پیشروی کردیم. 1% جمعیت هم میرزم اینجا ببینم چه اتفاقی میفته. بچه آمریکا با 1% جمعیت اون داره فتح میشه. 1% قدرت واقعا میتونم بگم که آقا 1% قدرت بالاخره شوروی بهمون نشون داد. اینجا یه وارشیپ داره میکنه. این حالا واسه چی ساخته داشتیم بزن خودش رفته وارشیپشون داستن. اینجا رو بزن تمامش بکنیم. 3 تا کشتی هست یه کشتی که مرد اینم بزن. یونایتد کینگدام هم که هیچی دیگه. یونایتد کینگدام هم با همین 1% راحت میمیره. بریم پایین ببینیم در چه وضعیتی این کشور بیچاره بنده خدا. بیا اینجا ببینم. بچه میتونم رو همین یه چوسته اینو بزنم اما نمیزنم. هیدروژن بمب واسه این خیلی بهتره. 2-3 تا هیدروژن بمب من ول میدم. چند تا دوباره آسمان درخشان قراره که ببینم بچه اتم ها رو نگاه کنیم. فقط صحنه خیلی ترسناکیه. شما این صحنه رو تصور کنید که شما توی اینجایی بعد با یه چنین صحنه روبرو میشه. اینجا هم هست حتی و اینجا من میزنم و بله بچه خودمونم حتی میشدیم و 1% جمعیت هم دیگه پله میزنیم. حتی ما جمع کن کامل و اینجا هم قراره که بندرم از دست دادیم که بیا خیلی سریع آقا خودش بیا اینجا بندر بهم بده. یه دونه که سهله 3 تای بهم بده. یه دونه نابود شد جبران بشه کامل. اینجا هم میخوام
و بله بچه همینطور که میبینین الان این کشور همین 2 پیکسل ازش مونده که این دیگه پیشروی نمیکنه، این الان نابود شده عملا و خب جمعیتی هم جمع نمیشه توی یه چنین جایی، معلومه که ها هیچ کس نمیتونه زنده بمونه. من اینم بزنم و جالب اینه که من اگه که اینا رو بگیرم اون 2 نقطه هم ملحق میشن به جمعیت خودمون، یعنی هیچ کار نمیتونم بکنم و همین دیگه. هر چقدر من بیام حالا مثلا کارهای مختلف انجام بدم اون 2 نقطه میمونن. اگر که حالا تا اتم هم بیان اینم بزنم اسپیس رو بزنم این 2 نقطه نشون نمیده، 2 نقطه کامل اصلا ایگنور کرده نشون نمیده. خب بچه اینم از حالا سری شوروی مون. یونایتد کینگدام اینجا موند که اینم من نشد و 1% واقعا نشد من اینو بگیرم. چند بار از این 1% میفرستم بالا، از این ورم بیا، از این سمتم بیا. هم که نه بچه انگار نیرو داره. البته تموم شد، کلا 1 بار تونست مقاومت کنه دیگه نمیتونه و همین 1% من میخوام اینو بگیرم، یه چالشی باشه. عمرم من به چیز بدن یه دونه هم باسا از این میزنم روش. داداش برو دیگه برو که تموم، اصلا تموم. اینا رو هم بگیریم کامل، اتم ها رو اینجا رو این اتم ها رو جمع کنیم. همین یه خورده هم که اون دارم من بزنم جای این اتمش هم جمع کن و اگه که اشتباه نکنم بله ببینیم بچه های چند تا نقطه اینجا مونده که میشه گرفت. آره گرفتیم، اما گاهن چند تا نقطه میمونه، مثلا این 2 پیکسل از این یونایتد کینگدام مونده اینجا مثلا، اینم نمیشه کارش کرد. یعنی باید تا من اگه که اینقدر زوم کنم روی این بزنم هم نمیشه کارش کرد. اینم فکر نکنم که بتونه بیشتر کنه دیگه. این 1 پیکسل میخواد چیکار کنه؟ اینم آمریکاست. اینم بیام روش کلیک بکنم هیچی نمیشه. و خب بچه ها این بود از حالا پارتمون با شوروی. من برم یه مقدار جهانم پاکسازی بکنم، همه چیز ظاهرم بگیرم. خب بچه ها این هم از نقشه جهان. همینطور که میبینی آمریکا فقیره و افریقا قدرت دستش داره با همه روسیه. خب بچه ها این از این پارت بود، این پارت از اوپن فرانت و این دفعه سطح سختی هارد رو رفته، میتونم بگم ایمپاسیبل تا حالا نرفته. خب آقا پارت بعدی اگر که حالا جای مشخصی ها تو ذهنتون دارین، ریف که فرین رنگش سبزه، جهان سرخ نشد، اما خب سوویت همین که این خورده اینجا یعنی خودتون بدون که چیه دی وضعیش. ولی ببینیم بچه اگر که حالا میخواین مثلا به آلمان برن، چون که آلمان مثلا میتونم بگم که طرفدار زیادن، که بهتون بگم شاید مغولستان هم طرفدار داشته باشه یا ترکیه. ایران هم که رفتم ایران، یا اگر که بخواین ایران رو به همون سختی ایمپاسیبل برن. اگر که آقا جای مشخصی شما تو مد نظرتون هست بگین به من توی کامنت ها حتما، آقا پارت بعدی از اونجا بگیریم با سطح سختی ایمپاسیبل. و اینا بچه من توی چند پارت قبلی هم گفتم هیچ ایده ای نداریم مثل هیچ کشوری و سمون آمدم و سوویت. و خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین و لایک و ساب بچه یادتون نره، کانال نوباس و به لایک و ساباتون من خیلی نیاز دارم و خودت نسود میکنی دیگه. مثلا میگم اگه که از این پارت شما خوشتون اومد، مثل همین 2 تاش توی چنل هست و قراری که بیاد توی آینده، یا مثلا از براور استارز اگه دوست دارین توی چنل هست یه سری آموزشی کامل
و حالا بازی هایی که خودتونم دوست داشته باشین من میرم، اگر که تو کامنت بگین و حالا رو کامپیوتر من اجرا بشه یا اصلا لایک و ساب بکنین که آقا هم به نفع منه و هم به نفع شما. و این عددش رو میخوام روند کنم. یه اینجا سیتی زدم تو امریکا، ببینیم روند میشه یا نه. فکر نکنم، مهم نیست، بذاریم باشه دیگه. تا پارت بعدی و ویدیوهای دیگه، خدافظ.